سلام رفقا، چطورید؟ من هستم توی هستم به یه ویدیو جدید خوش اومدید. آقا امروز قراره با هم دیگه بریم لحظات خنده‌دار و که خیلی باحاله موقع تتو زدن ببینیم. آقا یه سری ویدیو هستن موقع تتو زدن ببینیم ریاکشنشون چجوریه، بهتریناشون رو با هم دیگه ببینیم و خنده‌دارتریناشون رو با هم دیگه ببینیم. یادتون نره که حتما ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید و کانال سابسکرایب کنید و اون زنگوله هم بزنید که هر موقع ویدیو میذارم پیغامش واسط بیاد. برو بریم. خب مگه مجبوری تو؟ لعنتی. یاد اون بچه افتادم میخواد آمپول بزنه و واکسن بزنه فکر کنم. آره واکسن میخواست بزنه، چقدر داد و بیداد میکرد. آخرش هم میگه حالا بشه اینه که آخرش هم میگه که اصلا هم درد نداشت. لعنتی. آخه یکی نیست به اینا میگه شما مجبورین. خب وقتی اون تر رو میخوای مجبوری دردش هم بکشی. چی شد؟ بیهوشه؟ اصلا از هوش رفته اینقدر تتو خورده. چرا زوزه میکشه این؟ چشا که اصلا کلا رفت بسته شد. یارو مرد. یارو تتو زنه مرد. خودش هم خندش گرفت. مرض. اوه بد جاییه. میگن همیشه اینجا این قسمت دست اینجا خیلی بد درد داره موقع تتو زدن. اگه اشتباه نکنم شاید از یکی از بچه‌ها شنیده بودم. گش میکنم. آخه مجبوری شما. یه مجبورین دردش هم به جون بخواین وقتی اون طرف میکنم. از خنده مرد. خوش بال اینا میشه فقط میخندن. چه طرح سختی هم داره میزنه. معلومه که از اون طرحهای سخته. فکر کنم گفت پدرمو در آوردی. دیگه واقعا پدرش در اومد. بعد حالا اینا عادی هن. مثلا یه بخشی از دست رو میزنه، یه بخشی از بدن رو میزنه. بعد تتلو که کل سر تا پاشو تتو کرده اون دیگه داستانش چیه؟ چقدر درد کشید، چقدر طاقت آورد. خودش تو ترکاش میگه درد کشیدم زیر سوزن. واقعا خیلی طاقت فرساه. بهتون خسته نباشید میگم عزیزان. مرض. آقا درد داره نزن، از این چسبی ها بزن. از آدامسای چسبونکی آدامس خرسی میگه اینجا بچسبون. والا وقتی رفتی زیر سوزن، وقتی اون طرح میخوای، وقتی یه تتو خفن میخوای باید طاقت بیاری. از قدیم گفتن که وقتی خربزه میخوری باید پای لرزش هم بشینی. تو حالا خربزه رو میخوای باید پای لرزش هم بشینی. رفیقش پاهاشو نگه داشته جفتک نزنه. No, stay still, goddammit. مثلا فکر کنید مثلا گنگان عشق لاتی و گنگ دارن میرن کوف. Yeah. Yes, I want it from the hip bone past the nipple. You know what? Just for the fuck of it, we're adding 2 more leaves and 7 more islands. Two more. Wait, I can't take it. Ouch! Ow! زیاده. Wait, ow! Wait, ow. Sorry, it hurts. Next time you move, you're gonna mess up your tattoo because I'm fixing to commit to it. Okay.
Wait. Tony! Wait. Sorry, the hasn't even started yet? مرد. It's killing me! It's killing me! Ah! میگه منو کشتی. Oh! Easy! Oh! ایزی؟ Oh! کجاش ایزی الان؟ یعنی ایزیه؟ وای یعنی اینقدر درد داره بچه. اونایی که تتو زدن حتما بنویسن تو کامنت. یعنی اینقدر درد داره اینا فریاد میکشن. همیشه فکر میکنم آمپول زدن درد داره. ایول تتو آرتیستش دختره. یکم از اون دختره خجالت بکش. مرض کوفت. اصلا تریپ گنگ هم برداشته واسه من. گنگستره. حالا خیلی سرش به اینجا عربده میکشه. اون دوست دخترشه دست نگردشته آرومش کن. چقدر شبیه کچی بیتسه بچه ها. اینطوری نیست شبیه کچی نمیمونه. خیلی شبیشه. اوه پاره شدم. بکنم میگه مادر تو. الو وسط کنسرتش داشت میخوند. تتو آرتیست اومد اینجا تاریخ کنسرت رو بازداشت تتو کرد. داد و بیداد نکرد. بعد حالا تو اونجا نشستی تازه هوا رو میکشی گریه هم میکنی. خیلی سخته واقعا. داشت میخون. یعنی شما برید اون قسمت از کنسرت رو ببینید وقتی داره میخونه داره تتو میکنه ببین چقدر آروم و ریلکسه. خیلی چیزه. خیلی طاقت آورد واقعا. خیلی طاقت آورد. اوف. آخه اونجا رو چرا میخوای تتو بزنی؟ این همه جا، این همه اعضای بدن. راست میگه. مرد. جا قطع بود. حتما باید اونجا تتو میشد. بچه اینا دارن میذارم ببینید. اونایی که میخوان تتو بکنن اولین تتویی که میخوان بزنن پشیمون بشن. این دردا رو ببینن و فکر کنن که آقا تتو زدن کار راحتی نیست. کجا تتو میکنه؟ دقیقا کجاشه؟ قوزک پاشه. حالت عادی هم به اونجا دست بدن تو قلقلک میاد. دردت میگیره. حقم داره بنده خدا. آخه مجبوری. آخه کسی چاقو گذاشته زیر گلوت گفته حتما تتو بزنی. من نمیدونم چی بگم آخه. بچه‌ها اینو قبلا دیده بودم. وایرال شده. امیدوارم که ساختگی باشه. واقعی نباشه. وگرنه خیلی شته. اوه یا خدا امیدوارم واقعی نباشه. واقعی نیست. مطمئنم واقعی نیست. داشت یه جای از قسمت بدن دختر تتو میکرد و اینکه خیلی احساس کنم قلقلکش اومد و اینکه دیگه خودتون بفهمید به قصرت به سر. اینم توضیحات من برای شما و اینکه بچه‌ها این ویدیو رو پخش کردم که درس عبرت بگیرید عزیزان من که تتو زدن کار ساده نیست. باید درد سوزنم بکشی و اینکه تویی که یه
تیغ میری تو دست داد و فریاد میکنی، یه نوع آمپول زدن رو میترسی، چرا میخوای به تتو بزنی؟ نکن برادر من، این کار زشته، اشتباهه. الان مد شده همه دارن تتو میزنن، هر تتوی دلشون بخواد میزنن، اصلا نمیدونم معنیش چیه. مثلا به طرف داشتیم ما بهش میگم این مثلا چیه، نمیدونم داشت والا همینجوری عشق کردم با این طرح، همینو زدم رو دستم. حالا شاید یه معنی دیگه میداد. حالا بگذریم از این داستانا، حتما یه ویدیو راجع به معنی اون طرح‌های تتو میسازم که هر طرحی به چه معناییه، چه منظوریه، چه کسی اون طرح‌ها رو میزنه و اون طرح‌ها باید کجا تتو بشه کجا نشه. در کل بچه‌ها هر کسی زندگی خودش به خودش مربوطه، دوست داره هر جور بخواد زندگی کنه، دوست داره هر کاری دلش بخواد بکنه، چون این بدن خودشه و ما نباید تصمیم بگیریم براش. اگر میخواین روزی تتو بزنین یا هر کاری بکنین، یه جور تصمیم بگیرین که 2 فردای دیگه پشیمون نشید. درسته من تتو نمیزنم، ولی اون کسایی هم که تتو میزنن و هیچ موقع بهشون نمیگم که تتو زدید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگر دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید، حتما یه کامنت هم بذارید و این چه انگلیسی باشه که قربونتون برم، چه بهتر. اصلا موش به کلتون، موش 100,000 تا به کلتون. و اگر چنل سابسکرایب نداری حتما چنل سابسکرایب کن، اون زنگولم بزن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی. تا ویدیوی بعدی میبینید منم که میبینمتون تو کامنت ها. پیس.